کشوری رو تصور کنید که در میان کوههای هیمالیا جا خوش کرده و بین کشورهای بزرگ چین و هندوستان قرار داره و تا سال 1974 یعنی تا سال 1352 شمسی هم ورود توریست‌ها به اون ممنوع بوده. کشوری که سطح خوشبختی ملی رو اندازه‌گیری میکنه. خدمات پزشکی کاملا رایگانه و هیچ کس بی خانمان نیست. شاید بگید چنین کشوری فقط ممکنه تو کتاب‌ها و تو فیلم‌ها وجود داشته باشه، اما واقعیت اینه که چنین کشوری وجود داره. بوتان، کشوری که نام اون رو شایدم خیلی کم میشنویم و اگه به ما بگن برو بوتان زندگی کن شایدم قبول نکنیم با این تصور که کشوری کوچک که با فقر و فساد درگیره. اما صبر کنید، این ویدیو رو ببینید تا بوتان رو بهتر بشناسید. درباره این کشور فقط 16 مورد از واقعیات اون رو بیان می‌کنیم که شما رو متحیر می‌کنه. هیچ کس بی خانمان نیست. در کشور بوتان هیچ کس بی خانمان نیست و هیچ گدایی هم وجود نداره. اگه کسی به هر دلیلی خونه و کارش رو از دست بده، تنها کاری که باید انجام بده اینه که پیش پادشاه بره. پادشاه خانه‌ای در اختیار اون قرار میده و قطعه زمینی رو هم به اون واگذار میکنه تا کشاورزی و باغداری کنه و زندگی خودش رو سر و سامون بده. خدمات پزشکی رایگان. همه شهروندان بوتان حق دارن از خدمات رایگان پزشکی برخوردار باشن. هدف وزارت بهداشت بوتان اینه که به سالمترین جامعه در جهان تبدیل بشه و به نظر میرسه که در مسیر موفقیت گام برمیدارن. بیمارا میتونن هر نوع داروی سنتی و کلاسیک رو به طور رایگان انتخاب و دریافت کنن. ارتباطات. تا سال 1999 یعنی تا 20 سال قبل در بوتان استفاده از تلویزیون و اینترنت به طور رسمی ممنوع بود. مردم بوتان در حفظ آداب و سنن و فرهنگ خودشون بسیار جدی هستند. به همین دلیل هم پادشاه برای حفظ مردم از تأثیرگذاری فرهنگ‌های بیگانه تدبیری اندیشید و ارتباطات رو قطع کرد. یعنی تلویزیون و اینترنت و ماهواره ممنوع شد. اما وقتی بی‌نصیب گذاشتن این کشور پهناور از تکنولوژی مدرن غیر قابل کنترل شد، پادشاه مجبور شد این ممنوعیت‌ها رو یکی یکی حذف کنه. اول تلویزیون آزاد شد و به این ترتیب می شود گفت که بوتان آخرین کشوری شد که به تلویزیون دسترسی پیدا کرد. پس از مدت کوتاهی هم استفاده از اینترنت آزاد شد. لباس محلی. در بوتان یک قانون وجود داره که حدود 400 سال اجرا میشه و اون هم پوشیدن لباس محلی در اماکن عمومیه. مردان بوتان یه روپوش میپوشن که تا زانو بلنده و در قسمت کمر با یک کمربند بسته میشه. به این لباس که سنگین هم هست قو گفته میشه. زنان هم یه لباس بلند میپوشن که به آن کیرا میگن. مردان شال بلندی رو هم به شانه چپ خودشون میبندن که از رنگ اون میشه به موقعیت اجتماعی شخص پی برد. مردم عادی شال سفید میبندن، نجیب زاده ها شال زرد میبندن. سیگار کشیدن ممنوع. پادشاه بوتان در سال 2010 کشت، برداشت و فروش توتون رو ممنوع کرد. به این ترتیب بوتان اولین کشوری شد که توتون رو به طور کامل ممنوع کرد. پیدا کردن سیگار و محصولات توتون و تنباکو در بوتان غیر ممکنه و استعمال اون در اماکن عمومی کاملا ممنوعه. توریستایی که میخوان با خودشون سیگار داشته باشن باید مبلغ زیادی رو هزینه کنن. البته اگرم کسی خواست به صورت قاچاق و مخفی با خودش سیگار ببره، اگه گیر بیفته مجبور میشه جریمه بسیار سنگینی بپردازه و حتی ممکنه با اتهامات مختلف مواجه بشه و شدیداً هم مجازات میشه. اکولوژی یعنی همه چیز. بوتان کشوریه که به طبیعت و اکولوژی اهمیت بسیار زیادی میده. بر اساس قانون حداقل 60% از کل کشور باید پوشش جنگلی داشته باشه. در حال حاضر این رقم 72% و این نشان میده که اونها در مورد جنگل ها خوب کار کردن.
مردم هم با این اقدام حکومت کاملا موافق بودند. حتی در سال 2005 در این کشور در عرض فقط 1 ساعت 50,000 نهال درخت کاشته شد و رکورد زدند. در سایه همین تصمیم حکومت، بوتان به تنها کشوری در جهان تبدیل شد که سطح کربن در اون منفیه، یعنی بیشتر از مقداری که دی اکسید کربن تولید میکنه اون رو از هوا پاک میکنه. علاقه شدید به فلفل تند. تقریباً در همه غذاهای مردم بوتان از فلفل قرمز استفاده میشه. حتی بعضیا معتقدند که مردم بوتان غذایی که تند نباشه رو دوست ندارن. غذای مورد علاقه بوتانی ها اماداتچی نام داره. غذاییه که با پنیر محلی به نام داتچی و فلفل تند درست میشه. به اون لوبیا سبز، قارچ، سیب زمینی و چیزای دیگه هم اضافه میشه و به این ترتیب غذاهایی با طعم و مزه های متفاوت از اون درست میکنن. سختگیری برای مسافرت. حکومت بوتان برای حفظ فرهنگ و سنت کشور ورود توریست‌ها رو بسیار سخت و پرهزینه کرده. رفتن به بوتان به صورت گروه‌های 3 نفره یا بیشتر منطقی تره، چون 2 نفره یا 1 نفره مجبور میشید زیادتر هزینه کنید. ویزا و برگه‌های لازم باید از شرکت‌هایی دریافت بشه که از طرف حکومت به اونها اختیار داده شده. قبل از دریافت ویزا باید هزینه حمل و نقل، هتل، مالیات، دستمزد تور لیدر، هزینه خدمات توریستی، هزینه ویزا و بیمه رو باید پرداخت کنید. در تمام روزهایی که در بوتان هستید، یه تور لیدر شما رو همراهی میکنه و فقط میتونید از جاهایی دیدن کنید که از طرف حکومت به توریست ها اجازه داده شده. اگه به فکر سفر به بوتان افتادید، باید برای هر شب اقامت در هتل حدوداً $250 هزینه رو در نظر بگیرید. اولویت داشتن خانم‌ها. در بوتان به خانم‌ها احترام زیادی گذاشته میشه. رسم اونها در مورد حق ارث هم مؤید همین موضوعه. خونه، حیوانات، زمین‌ها و به طور کل همه دارایی‌های خانواده نه به فرزند پسر بلکه به بزرگترین دختر خانواده به ارث میرسه. دلیل اون هم اینه که معتقدن مردها باید خودشون زندگی خودشون رو بسازن. محصولات ارگانیک. اگرچه غذای مصرفی بوتانی ها هنوز 100% ارگانیک نیست، اما برای رسیدن به همین هدف تلاش میکنن و احتمال قوی موفق هم خواهند شد. در بوتان واردات سموم دفع آفات شیمیایی و استفاده از اونها کاملا ممنوعه. همه محصولات کشاورزی رو به صورت طبیعی و ارگانیک تولید میکنن. سقف خونه ها. بوتان زمستان‌های سختی داره، برای همین هم مردم این کشور قدر تابستون رو به خوبی میدونن و مواد غذایی مورد نیاز خودشون برای زمستون رو در این فصل آماده میکنن. مثلا چنین منظره‌ای در تابستان کاملا معموله. فلفل‌های قرمز یا محصولاتی شبیه اون که روی سقف خونه‌ها پهن میکنن تا آفتاب بخوره و خشک بشه، یا اینکه ساقه‌های برنج رو پس از درو کردن به این شکل تلمبار میکنن، چون فرصت نمیکنن همه شالی‌ها رو بکوبن. شالی‌ها رو اینطور یک جا جمع میکنن و به مرور زمان اونها رو میکوبن. برنج و فلفل قرمز مهمترین مواد غذایی اونها برای فصل زمستونه. بهترین خلبان‌ها. در بوتان فقط به بهترین و زبلترین خلبان‌ها اجازه خلبانی داده میشه. دلیل اون هم حفظ فرهنگ یا سنت ها نیست، موضوع امنیت و تواناییه. پارو، فرودگاه بین المللی بوتان، در میان کوهستان‌های سر به فلک کشیده بنا شده و تنها خلبانانی که واجد شرایط خاص و فوق حرفه‌ای باشند قادرند در این فرودگاه نشست و برخاست کنند. وزش باد در این فرودگاه سرعت بیشتری داره. باند فرودگاه پارو کوتاه و فضای آن در دو طرف به حداقل میرسه و با توجه به همین شرایط فرودگاه پارو یکی از خطرناکترین فرودگاه‌های دنیا هم هست. به همین دلیل هم هدایت هواپیما در این فرودگاه کار هر خلبانی نیست. تعداد این خلبان‌ها فقط 8 نفرند و سالانه حدود 30,000 مسافر رو جابجا می‌کنند. تنها خط هوایی که در این فرودگاه رفت و آمد می‌کنه خط هوایی بین المللی کشور بوتان موسوم به دراک ایر هستش. نشست و برخاست هواپیماها در تاریکی هوا ممنوعه. قانون ازدواج. اگر گذارتان به کشور بوتان افتاد، به طور حتم عاشق طبیعت زیبای اون خواهید شد
اما اگر دوست ندارید با دلی شکسته برگردید، دقت کنید که عاشق یک بوتانی نشید، چون ازدواج با خارجی ها ممنوعه. در مراسم ازدواج بوتانی ها راهب دعاهای مخصوصی رو میخونه که به باور اونها این دعاها باعث افزایش علاقمندی زوجین به یکدیگه میشه. رسمی به نام چنگ فوت دارن که انواع خوراکی ها رو تقدیم خدایان میکنن و پس از دعا عروس و داماد خوراکی ها رو بین مهمونا توزیع میکنن. پس از پایان این مراسم داماد در منزل عروس خانم ساکن میشه تا زمانی که به اندازه کافی پس انداز کنه و بتونه زندگی مستقلی رو اداره کنه. وزارت خوشبختی برای تأمین آرامش درونی مردم در سال 2008 وزارت خوشبختی ایجاد شد. بوتان تنها کشوریه که به طور رسمی دارای وزارت خوشبختیه. در سال 2015 برای اندازه‌گیری خوشبختی مردم یک نظرسنجی انجام گرفت. بر اساس نتایج اون نظرسنجی 91% از مردم بوتان خودشون رو خوشبخت دونستن و 43% هم خودشون رو خیلی خیلی خوشبخت میدونستن. راهنمایی و رانندگی. شهر تیفو پایتخت بوتان تنها شهر پایتخت در جهانه که چراغ راهنمایی و رانندگی نداره. نه تنها در پایتخت بلکه در هیچ یک از شهرهای بوتان چراغ راهنمایی و رانندگی وجود نداره. عبور و مرور در چهارراه‌ها توسط پلیس‌هایی که در کیوسک هستند کنترل میشه. خانه‌های رنگی. مردم بوتان علاقه شدیدی به تزیین خونه‌هاشون دارن. دیوارهای خونه رو با تصاویری از پرندگان، حیوانات و طرح‌های مختلف نقاشی میکنن. خونه‌های مردم بوتان به طور معمول 3 طبقه‌اند. طبقه اول محل نگهداری حیوانات، طبقه دوم محل اقامت اهالی خونه و طبقه سوم انبار علوف است. علیرغم تمام محدودیت‌ها و قوانین سخت، مردم کشور بوتان بسیار خونگرم و خوشبختند و طبیعت زیبایی که همه رو متحیر میکنه. اگه به فکر سفر به این کشور افتاده اید، مطمئناً از این سفر بسیار لذت خواهید برد. ای کاش، ای کاش، ای کاش، ای کاش